قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 76. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. استیلای مغول، خواجگی آسیای میانه در زمان حکمرانی مغول‌ها. هجوم اردوی چنگیزخان به آسیای میانه. دولت خوارزمشاهی در سالهای 20 عصر 13 باز هم بیشتر سبزیده، غیر از خوارزم و ماوراءالنهر افغانستان کنونی و قسمت بزرگ ایران را نیز در بر می گرفت. ولی جنبه مرکزیت یافتن این دولت خیلی سست بود. عده‌ای از حاکمان محلی فقط ظاهراً تابعیت خود را نسبت به خوارزمشاهیان اعتراف نموده، در عمل ولایت‌های زیر دست خود را قریب مستقلانه اداره می کردند. حاکمیت محمد خوارزمشاه استوار نبود. دولت او را نه فقط عامه زحمتکش و خلق‌های مطیع که هم از طرف حاکمان محلی و هم از طرف خوارزمشاه به جبر و ظلم دچار بودند پشتیبانی نمی کردند، بلکه حتی اشراف فیادلان حربی و روحانیان با نفوذ نیز نسبت به آن آشکارا رویه دشمنانه داشتند. علاوه بر این، در داخل خانواده محمد خوارزمشاه نزاع و نفاق سر شده وضعیت را باز هم مرکب تر نمود. مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون که زن غیور و آمیری بود نیز با او مخالفت می ورزید و یک گروه سرلشکرانی درباری قیپچاق را که دارای قوه بزرگ حربی بودند به مقابل او برانگیخت. دولت خوارزمشاهی در چنین وضعیتی دشواری مخالفت‌های داخلی به هجوم اردوهای چنگیزخان دچار گردید. مشغولیت اساسی بادیه نشینان مغول چارواداری بود. آنها غیر از پرورش حیوانات به شکار نیز مشغول می شدند. در بین آنها و قبیله های ارقن نزدیک همسایه داد و گرفت مالی دوام می نمود. بر طبق شهادت مورخ جوینی، قشون مغول به دهها، صدها، هزارها و دهها هزار تقسیم شده خیلی با انتظام و چست و چالاک بودند. همه قبیله های مغول موظف بودند که همه وقت به عملیات جنگی آماده باشند. در اولهای عصر 13 در ساخت جمعیتی مغول‌ها جنین‌های مناسبت فیادلی پیدا می شوند. مارکس این پراتسیس را چنین توصیف نموده است: در یاسا، مجموع قانون‌های مغول‌های قدیم، درباره طبقه بلند مقام ترخنها ذکر شده است که آنها از هر نوع انداز آزاد کرده شده بودند. غنیمت خود را باید با دیگران تقسیم نمی کردند. به نزد خان کبیر همیشه بیملال در آمده می توانستند. از جزا تا 9 مراتبه آزاد کرده می شدند. این نوعی حقوقهای فیادلی در بین همه خلقهای نیم مدنی در نتیجه طرز زندگی جنگاورانه آنها به میان می آید. لشکرکش‌های عظیم استیلاکارانه چنگیزخان اقتدار حکم فرمایی فیادلی بادیه‌نشین را نه فقط بر خلقهای مطیع بلکه به هم قبیله های آن نیز می افزود.
خان بزرگ و اشراف فیادالی به درجه افسانوی ثروتمند می شدند. اما ارتها عامه زحمتکشی مغول آخر الامر به حالت قشاقی و خانه خرابی افتاده بیش از پیش مطیع و دستنگری طبقه حکمران می گردیدند. دسته های جنگی مغول با سرداری جوجینام پسر کلان چنگیزخان خلقهای جنگل نشین ساحل دریای ینیسی را به خود تابع نمودند. خلق اویغور با اختیار خود حکمرانی چنگیزخان را قبول کرد. قبیله نام سرلشکری چنگیزخان قسم شمالی هفترود را اشغال نمود. خود چنگیزخان به چین شمالی لشکر کشیده شهری ژوندو پکین را که در آن زمان پایتخت دولت زین بود ضبط کرد. پس از این در سالهای 1218 1219 قشون مغول با راهبری جیبی نام لشکرکش چنگیزخان تقریباً بدون مقاومت سرزمین ترخی طایفه هفترود و ترکستان شرقی را تصرف نمود و به حدود دولت خوارزمشاهیان نزدیک شد. در بابت تدریجاً شدت یافته به خود رنگ دشمنی گرفتن مناسبت این دو دولت چنگیزخان و دولت خوارزمشاهی رال تاجران آسیای میانه کم نبود. بسیار تاجران ثروتمند که بازرگانی مغولستان و آسیای میانه را در دست خود نگاه می داشتند، هنوز پیش از همسرحد گردیدن این دو دولت با همراهی اویغورها در امور تشکیلات و ساخت اداره داخلی مغولستان از مشاوران اساسی چنگیزخان حساب می شدند. چنگیزخان درباره وضعیت داخلی دولت خوارزمشاهی متصلاً به واسطه این تاجران معلومات به دست می آورد. محمد خوارزمشاه که در آن وقت نظر به چنگیزخان بیشتر قوت داشت، رویه جنگ طلبانه را پیش گرفت. در سال 1218 جنگاوران خوارزم با اجازت او در قلعه سرحدی اترار که در کنار دریای سیر واقع گردیده بود، یک کاروانی از طرف چنگیزخان فرستاده شده را به گمان اینکه مقصد جاسوسی دارد تاراج نمودند. باری کاروان از 500 شتر طلا، نقره، مصنوعات ابریشمی چینی، پوستهای قیمت بها و امثال این عبارت بود و 450 نفر تاجر، اعیان و اشراف و اشخاص معتبر خان مغول مأمور آوردن آنها بودند. گماشتگان خوارزمشاه همه این آدمان را به قتل رسانیده، تمام مالها را فروخته، پول آن را به مرکز دولت خوارزمشاهی فرستادند. چنگیزخان از واقعه اترار به اصطلاح فلاکت اترار خبردار شده از خوارزمشاه طلب کرد که مسبب این فاجعه یعنی حاکم اترار را به او سپارد و تاوان خسارت‌های وارد شده را بدهد. لیکن سفیر چنگیزخان که با این طلبات به پایتخت دولت خوارزمشاهی آمده بود، با امر محمد خوارزمشاه به قتل رسید و همراهان او با ریش و مویلب بریده پس گردانیده شدند. از روی بعضی معلومات آنها را نیز قتل کردند. این رفتار جنگ طلبانه محمد هجوم چنگیزخان را به آسیای میانه تیزانید. چنگیزخان به مسئله لشکر کشیدن به آسیای میانه اهمیتی کلانی داده به این کار با تمام جدیت تیاری میدید. وی هنوز تا آغاز عملیات جنگی به واسطه تاجران آسیای میانه درباره درجه آمادگی و نفرات قوه‌های حربی دشمن معلومات به دست آورد. از اینجاست که هجوم چنگیزخان به آسیای میانه چنان‌ای که یک قطار مورخان بورژوازی تصویر می‌کنند حرکت بی ترتیب و خودسرانه بادیه نشینان مغول نبوده، بلکه هجومی بود که بر اساس ملاحظه‌های عمیق و نقشه‌های معین قرار داشت. تاجران محلی وظیفه راهبلدی اردوهای چنگیزی را ادا نمودند. چنانکه در بالا قید کردید،
خوارزم در اثنای حمله چنگیزیان آماده مدافع نبود. محمد خوارزم شاه با وجود اقتدار ظاهری خود به اندازه زیادی وابسته به اشراف حربی فیادری بود. وی به سرداران حربی خود و به اهالی محلی آنقدر هم باور نداشت. به همین جهت از ترس قشون خود را به یک جا جمع نکرده، آن را به گروه های خود تقسیم نمود و در محل های گوناگون گذاشت. این پراکندگی قوه های حربی دولت خوارزم شاهی برای غلبه لشکری مغول بیشتر زمینه مساعد حاضر نمود. غیر از این محمد خوارزم شاه هنگام تدارکات جنگی در ظرف 1 سال از اهالی 3 مرتبه مالیات گرفته، به این وسیله اعتراض و نارضایتی خلق را به وجود آورد. در ماه سپتامبر سال 1219 چنگیز خان به اتراب رسیده قوه های حربی خود را به 3 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت قشون خود را به پسرانش اوقتای، اوگیدی و چغتای سپارید که اترار را محاصره کنند. قسمت دیگری آن را با راهبری جوجی برای ضبط نمودن شهرهای ساحلی دریای سیر به طرف شهر جند روانه کرد. خود او با همراهی پسرش طلوع قوه های اساسی را گرفته به طرف بخارا حرکت نمود. عسکران مغول با حمله قطعی شهر اترار را اشغال کردند، لیکن قلعه اترار مدت 1 ماه بر طبق بعض حجت ها 6 ماه مقاومت نمود. مغول ها پس از تسخیر شهر اترار همه مدافع کنندگان شهر و قلعه را به قتل رسانیدند. آن قسمت لشکری مغول که با سرداری جوجی برای ضبط کردن شهرهای ساحلی دریای سیر رفته بود، اولین مرتبه سیغناق را غصب نموده اهالی آن را تماما از دم تیغ گذرانید. سپس مغول ها در مدت کوتاهی شهرهای پایاناب دریای سیر را اشغال کرده آنها را نیز غارت و خراب نمودند. دیگر دسته قشون مغول که در امتداد دریای سیر حرکت می کرد در ریزشگاه انگرین شهر بینکت را ضبط نموده تمام اسکران مدافع این شهر را کشت. در سال 1220 چنگیز خان با قوه های اساسی لشکری خود به بخارا حمله آورد، ولی او در این مورد به مقابلت شدید محافظت کنندگان شهر دچار گردید. هرچند قوه اسکرانی که شهر بخارا را مدافع می کردند نظر به لشکری مغول خیلی کم بود، با وجود این آنها استوارانه مقاومت می نمودند، لیکن این مقابلت بسیار دوام نکرد. در روز 30 جنگ مدافع کنندگان شهر بخارا که رابطه آنها از همه طرف بریده شده بود ناچار از مقاومت دست کشیدند. اکثریت آنها صف قوه های محاصره کننده دشمن را رخنه کرده از دریای امو گذشتند، اما با این همه مقابلت کاملا برهم نخورد. چند صد نفر از وطن پرستان دلیر که ترک کردن شهر خود را نمی خواستند به درون قلعه پناه برده تا دم مرگ بر ضد استیلاگران مبارزه نمودند. فقط وقتی که خندق اطراف قلعه از جسد آدمان و مرده اسب‌ها پر شد، تصرف قلعه به مغول‌ها میسر گردید. غاصبان مغول پس از ضبط کردن بخارا هزاران ساکنان بیگناه شهر را کشتند و باقی ماندگان را همچون غلام و کنیز به اسارت بردند. پس از این لشکری چنگیز خان به طرف سمرقند رهسپار گردید. محمد خوارزم شاه برای مدافعه سمرقند اهمیت مخصوصی داده در اینجا قوه بزرگ جمع آورده بود. استحکامات شهر از نو تعمیر کرده شد. گرنیزانی کلان خوشون فراهم گردید که به قول رشید الدین 110,000 و از روی معلومات دیگر منبع‌ها 50-60,000 نفر سرباز داشت. تمامی مملکت چشم امید به سوی سمرقند دوخته بود.
به عقیده شاهدان دور این شهر می توانست به محاصره چندین ساله تاب آورد. به روز سیوم محاصره مدافع کنندگان شهر از قرارگاه خود برآمده به دشمن حمله ور شدند. در این هجوم ناگهانی دسته سرشماری عسکر اشتراک نمود. آنها یک مقدار عسکران مغول را نابود کردند ولی خود به احاطه دشمن افتاده به ضربه سخت دچار شدند. اکثر آنها در میدان نبرد هلاک گردید. این هجوم بی‌قرار بر روحیه مدافع کنندگان تأثیری ناگواری رساند. اعیان و اشراف و روحانیان ریاکار از این حالت استفاده کرده قاضی و شیخ الاسلام را به نزد چنگیزخان فرستادند تا در راه تسلیم گفتگوزار به عمل آورند. صبح دم آنها خائنانه دروازه شهر را بروی مغول ها گشادند. قشون چنگیزی به شهر زده در آمده به قتل عام و غارتگری شروع نمود. فقط خیانتکاران و آنهایی که به پناه مغول ها آمده بودند جان به سلامت بردند. اما مدافع کنندگان قلعه همانا سری تسلیم فرود نآورده و دشمن مقابلتی سخت نشان می‌دادند. با وجود این همه شجاعت و مردانگی آنها نیز در مقابل قشونی چون مور و ملخی استیلاگران دور و دراز ایستادگی کردن نتوانستند. پس از افتادن استحکامات قلعه سمرقند هزاران دلاوران به مسجد جامع پناه برده دشمن را به نزدیک شدن نماندند. مغول ها با راه مسجد را آتش زدند ولی مدافع کنندگان از این نهراسیده در جای خود نشستند و سوخته مردن را از تسلیم شدن به دشمن اولاتر دانستند. بیشتر از نصف اهالی سمرقند تلف شد. 30,000 نفر کاسبان و هنرمندان و پسران و خویش و تبار چنگیزخان و باز همان قدر از زحمت کشان شهر به خدمت قشون مغول بخشیده شدند. شهر سمرقند به خرابزار تبدیل یافته از آدم خالی گردید. حتی پس از 1.5 سال هم قسمی از اهالی آن به جایهای خود برگشتند. نفوس شهر فقط 4/1 ساکنان پیشتره آن را تشکیل می نمود. هنگام محاصره سمرقند محمد خوارزمشاه به انجام محاربه های ساحل دریای امو نگران بود. وقتی که قشون مغول شهر را اشغال نمود او به حدود ایران و تبریستان فرار کرده در یکی از جزیره های جنوبی بحر خزر پناه برد و دیگر برای تشکیل مبارزه ضد استیلای مغول چاره ناندیشید. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. مدافعه قهرمانانه خوجند تیمور ملیک. آن قسمت لشکری مغول که برای ضبط کردن خوجند فرستاده شده بود اگرچه مدت زیادی این شهر قدیمی تاجیکان را به محاصره گرفت ولی در اشغال آن موفقیتی به دست آوردن نتوانست. از این جهت پس از مغلوبیت بخارا و سمرقند یک گروه کلان عسکران مغول به یاری محاصره کنندگان خوجند آمدند و به این طریقه در اطراف شهر 10,000 نفر عسکران چنگیزی جمع شدند. و مدافع کنندگان شهر مرد جسور جنگی تیمور ملیک راهبری می نمود. مدافع کنندگان شهر فقط آن وقت به ترک نمودن خوجند مجبور گردیدند که دیگر به دشمن مقابلت کردن ممکن نبود. آنها به جزیره‌ای که در دریای سیر واقع گردیده بود ظاهراً 1 کیلومتر پایین تر از شهر رفته استحکام گرفتند و از آنجا مبارزه خود را بر ضد استیلاگران
دوام دارد. این جزیره برای مدافع خیلی مناسب بود. وی در جایی واقع گردیده بود که تیرهای دشمن از ساحل رفته نمی رسید. حتی به منجنیق هم امکان هجوم کردن نبود. وقتی که مغول‌ها به مقابل این سنگری مدافع کنندگان خوجند چاره نیافتند، به این فکر آمدند که بر روی آب دریای سیر سدی ساخته و به این وسیله خود را به جزیره رسانند. آنها برای این مقصد خیلی اسیران حربی را وادار نمودند که از کوه سنگ کشانیده سد بسازند. عسکران تیمورملک برای بی تأثیر کردن تیر دشمن روی کشتی های خود را با نمد پوشیده با گل انداوه نمودند. آنها شبانه و صبحدم با چنین کشتی ها به ساحل نزدیک شده به لشکری استیلاگران حمله می آوردند و سد آنان را ویران کرده پس می گشتند. قهرمانی مدافع کنندگان خوجند یکی از درخشان ترین صحیفه های تاریخ خلق تاجیک می باشد. آنها با وجود خیلی کم بودن قوه خود مبارزه را به مقابل قشون پرشمار دشمن قطع نکردند. لیکن وقتی که ذخیره خوراکواری به آخر رسید، تیمورملک مجبور گردید جزیره را ترک کرده عسکران زنده مانده خود را خلاص کند. این بود که او سربازانش را به کشتی ها سوار کرده شبانگاه به کمک روشنایی مشعلها با مجرای دریا حرکت نمود. استیلاکاران مغول همچون کرگس های گرسنه از پسی کشتی های تیمورملک می تاختند و آنها را به زیر باران تیر می گرفتند. قهرمانان خوجند حمله های دشمن را رفع نموده راهی پرخطری خود را می پیمودند. بر طبق روایت دسته عسکران مغول از آنها پیش گذشته از این لب به آن لب دریا زنجیر کشیدند، اما تیمورملک و سربازان او این زنجیر را پاره نموده برای عبور کشتی های خود راه گشادند. تیمورملک در نزدیکی شهر جنگ با قوه بزرگی غاصبان مغول که از دو طرف ساحل دریا را احاطه کرده بودند دچار گردید. مغول‌ها کشتی‌های منجنیقدار را به یکدیگر وصل کرده پولی متحرکی به وجود آوردند و به این طریقه راه کشتی‌ها را بستند. به دلاوران خوجند لازم آمد که از کشتی پیاده شده با دشمن آخرین دفعه به جنگ درآیند. در این جنگی دو قوه نابرابر تقریبا همه سربازان تیمورملک هلاک گردید. فقط خودی تیمورملک موفق شد که با یک دسته خردی از مرگ رهایی یافته خود را به خوارزم برساند. در آنجا بقیه قشون تارمار شده خوارزمشاه جمع آمده بود. تیمورملک در خوارزم تمام مردان جنگی را متحد نموده دوباره بر ضد استیلاگران مغول عملیات حربی را آغاز کرد. وی به دشمن یک چند ضربه سخت وارد آورده حتی موفق گردید شهری یانکین تراکی یکی از کلانترین شهرهای پایاناب دریای سیر بود ضبط نماید. لیکن از آنجا که در بین تیمورملک و دیگر سرلشکران خوارزمشاه وحدت و مناسبتی خوب موجود نبود، او این موفقیت های حربی خود را وسعت داده نتوانسته مجبور شد به خوارزم برگردد. پسر محمد خوارزمشاه سلطان جلال الدین هم به مقابل قشون چنگیزها مقاومت جدی نموده با همراهی تیمورملک به استیلاگران مغول چندین ضربه شدید رساند، ولی سرانجام خود او نیز در محاربه نزدیکی دریای هند دچار شکست گردیده از صحنه مبارزه بیرون رفت. تشکیل مدافعه شهرها هنگام هجوم چنگیزیان خیلی بد بود. فقط عامه خلق شهر و دیهه های خود را فداکارانه مدافعه می کردند، در حالی که اعیان و اشراف، عملداران و طبقه عالی روحانیان اسلام برای حفظ حیات، مال و ملک و جاه و جلال خود
با دشمن سازش می نمودند. این بود که چنگیز خان با قوه‌ای کمتر از قوه لشکری خوارزمشاه به غلبه های پی در پی نائل می گردید. فتوحات من بعده چنگیز خان در آسیای میانه. اصطلاحگران مغول اهالی زنده مانده بخارا، سمرقند و خوجند را به عذاب و عقوبت‌های دهشت‌انگیزی گرفتار نموده، پس از اندک توقف به طرف دشت قرشی و ترمیز حرکت کردند. آنها شهر ترمیز را به خرابزار تبدیل داده، ساکنان آن را به قتل رسانیدند. پس از این خونریزی ها چنگیز خان از دریای امو گذشته به خاک افغانستان شمالی حاضره داخل گردید و در سال 1221 بلخ را ضبط کرده آن را نیز تماما خراب نمود. در همین وقت پسران او چغتای، اختای و جوجی با 100,000 نفر لشکری مغول پایتخت دولت خوارزمشاهی شهر گرگنج را محاصره نمودند. مدافع کنندگان گرگنج مدتی 6 ماه با مغول ها مردانوار جنگیدند. محاربه گرگنج به درجه شدید بود که غاصبان مغول پس از وارد شدن به شهر نیز هر یک محله و کوچه را با قربانی و تلفات بزرگی به دست آوردند. آنها پس از ضبط کردن شهر غیر از پیشوران، کودکان و زنان، یعنی آنهایی که به غلام و کنیز تبدیل نمودند، دیگر همه را سربریدند. علاوه بر این غاصبان از آن همه تلفاتی که در جنگ گرگنج دادند خیلی به خشم و غضب آمده تصمیم گرفتند شهر را تماما به خاک یکسان کنند تا از آن اثری باقی نماند. با این مقصد آنها سد ساحلی دریای امو را ویران نموده شهر گرگنج را غرق آب کردند. در اولهای سال آینده پسری چنگیز خان طلوی خراسان را ضبط نموده، مخصوصا یکی از قدیمترین مرکزهای مدنیت آسیای میانه شهر مرو را خراب کرد. از اهالی مرو فقط چند صد نفر پیشوران غلام گردیده زنده مانده، دیگر همه کشته شدند. از نواحی تاجیک نشین تنها بدخشان و بعضی ولایت‌های کوهستانی تاجیکستان شرقی، اینچنین چندی از محل‌های غور که با قلعه‌های مستحکم محافظت شده بودند به دست مغول‌ها ندر آمدند. شما گفتاری 76 با از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.